سلام، به خانواده های سلطنتی خوش اومدین. امروز میخوایم شما رو به دهه‌های گذشته ببریم و عکس‌های نایاب از تفریح و خوشگذرانی محمد رضا شاه پهلوی رو بهتون نشون بدیم. ممنون که امروز هم ما رو انتخاب کردین و قراره چند دقیقه ای رو با ما باشید. امیدوارم از برنامه ما لذت ببرید و با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت کنید. اگر از برنامه‌مون خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنید. با ما همراه باشید. تصاویری که در ادامه می‌بینید تصاویر زیرخاکی و دیده نشده از تفریح و سرگرمی محمد رضا شاه پهلوی در کنار خانواده‌اش هست. آلبومی دیده نشده از عکس‌های دوران سلطنت او که در آرشیو خبرگزاری‌های آلمان نگهداری میشه و به تازگی منتشر شده. در این مجموعه از عکس‌هایی رو از آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، سفرهاش به نقاط مختلف و دیدارهاش با مقامات کشورها تا عکس‌های خانوادگیش رو می‌بینیم. با ما همراه باشید. در این عکس محمد رضا شاه، فرح دیبا به همراه رضا در پشت سکان قایق موتوری، فرهناز و علیرضا در تعطیلات تابستانی در دریای خزر و در ساحل نوشهر هست که در ژوئیه سال 1970 میلادی گرفته شده. عکس بعدی هم محمد رضا شاه به همراه رضا، فرهناز و علیرضا هست که در تعطیلات تابستانی به سر میبرند و در حال شنا در دریای خزر هستند، ساحل نوشهر. اون هم در سال 1970 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به تعطیلات تابستانی در نوشهر هست. اتومبیل سمت چپ محمد رضا شاه پهلوی، فرح دیبا و علیرضا پهلوی هستند و اتومبیل دوم که فرهناز و رضا به همراه دوستاشون هستند. این عکس هم در سال 1972 میلادی گرفته شده. در عکس بعدی یه بچه فیل رو می‌بینین که هدیه خانواده سلطنتی تایلند به رضا شاه پهلوی هست. این عکس در سال 1976 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به سفر والری ژیسکار دستن به ایران هست. این عکس در سال 1976 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به مراسم جشن 57مین سالگرد تولد محمد رضا شاه پهلوی هست که در استادیوم 100,000 نفری آزادی برگزار شده. این عکس مربوط به 26 اکتبر 1976 میلادی هست. عکس بعدی مربوط به سفر 4 روزه ویلی براند، صدر اعظم آلمان به همراه همسرش روت براند به تهران هست. و نفر پشت بین محمد رضا پهلوی و روت براند اسمش اگون بار هست که وزیر کابینه و یکی از استراتژیست‌های حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده. این عکس در 5 مارس 1972 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به خوشامدگویی و سخنرانی محمد رضا پهلوی در حضور سران و رهبران کشورهای جهان در مراسم جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید در شیراز است. این عکس در اکتبر سال 1971 میلادی در شیراز گرفته شده. عکس بعدی مربوط به سفر محمد رضا پهلوی و فرح دیبا به هالیوود در آمریکا است. تاریخ این عکس معلوم نیست، اما عکاسش والتر فیشر هست.
عکس بعدی فرح دیبا رو در پیست اسکی سنت موریس نشون میده. این عکس در سال 1970 میلادی گرفته شده. عکس بعدی تعطیلات زمستانی محمدرضا شاه، فرح دیبا و لیلا پهلوی در پیست اسکی گرنوبل رو نشون میده. و این عکس هم در سال 1968 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی اینسبروک هست که در سال 1964 میلادی گرفته شده. عکس بعدی محمدرضا پهلوی، شاه ایران و ثریا اسفندیاری رو نشون میده که در واقع همسر دوم او بوده. اون هم در شهر هامبورگ آلمان. سفر با قطار به سوی شهر بن، پایتخت سابق جمهوری فدرال آمریکا. در 27 فوریه 1955 این عکس گرفته شده. عکس بعدی سفر ریچارد نیکسون، 37مین رئیس جمهور آمریکا به همراه همسرش لیندا رو نشون میده که به تهران اومدن و در مراسم قبل از ضیافت ناهار در کاخ نیاوران شرکت کردند. این عکس هم مربوط به 31 ماه مه 1972 میلادی هست. عکس بعدی مربوط به مراسم بدرقه والری، رئیس جمهور وقت فرانسه و همینطور آیمون همسر او در فرودگاه مهرآباد هست. این عکس در اکتبر 1976 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به استقبال از ریچارد نیکسون در میدان آزادی و با حضور محمدرضا، فرح دیبا، غلامرضا نیک‌پی شهردار وقت تهران هست که این عکس در 30 ماه مه سال 1972 میلادی گرفته شده. عکس بعدی مربوط به استقبال محمدرضا پهلوی شاه ایران از پاپ پل ششم، رهبر کاتولیک‌های جهان در فرودگاه تهران است که در دسامبر 1970 گرفته شده. عکس بعدی هم مربوط به سفر شاه و فرح دیبا به تایلند است که از سمت چپ بومیبول پادشاه تایلند، محمدرضا شاه، فرح دیبا، کیت، ملکه تایلند و محل اون هم قصر سالاسالاتای هست. عکس بعدی هم مربوط به سفر شاه و فرح دیبا به مالزی هست که از سمت چپ ملکه مالزی، محمدرضا شاه و فرح دیبا رو در عکس می‌بینید. در عکس بعدی هم محمدرضا شاه پهلوی، فرح و فرزندانش در باغ کاخ نیاوران هستند که در سال 1973 میلادی گرفته شده. ممنون از این که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً برای اینکه روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید، اون زنگوله رو فشار بدین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.